السلام علیکم دوستان عزیز، روزتان بخیر و شادی باشد. امیدوارم همه شما خوب هستید، همیشه خوب مانید. کسانی به کانال ما آبونه نیستند حتما آبونه شوید، دستگیری را فراموش نکنید. من این یک خواهش پادپیچکی عزیزی من بود. من پیچنی آسان کم خرج آماده کردم. حتما تا آخر ویدیو تماشا کنید. من در اینجا به ما لازم است دودان سفیدی تخم. دودان سفیدی تخم را با 200 گرم شکر نغز کردویش را لط میزنیم. وقتی که لط زدیم انم این طرف سفید شد، به بالای این 200 میلی لیتر کفیر را همراه میکنیم. وقتی که کفیر را همراه کردیم تخمینا 2-3 دقیقه لط زده به بالایش یک قاشقچه ساده را همراه میکنیم. نغز کک لط میزنیم. من به بالایش 150 میلی لیتر روغن چه خیلی که روغن باشد میاندازیم. من به بالایش 700-800 گرم آرد را انداخته نغز کک خمیر میکنیم. خمیرمان باید سختی بد نبیاد، ملایمی بد نبیاد. اکنون خمیر ما تیار شد. خمیر انم این طرف به دست نچسبد. منم این طرف گرفته. اکنون ما این را با 15 منوت دم میدهیم. اکنون خمیر ما بعد از 15 دقیقه وقتی که دم گرفت این را گشاده به قالب به خواهش خودتان آرام میدید. من خمیرمان را ما تنک کرده ماندم. قفسه تنکی خمیرمان باید این طرف باشد. اکنون این را ما با قالبچه ها آرام میدیم. برای آرایشش باشد 2 دانه زردی تخم را به بالایش مالیده این طرف با شکر آرام میدیم. من اکنون پیچنیمان را در درجه 200 درجه مانده نمیده میپزیم. من پیچنی در حقیقت ملایمی با مزه. حتما آماده کنید. دستگیری را فراموش نکنید. به کانال ما آبونه شوید. تا ویدیوهای آینده در پناه الله مهربان باشد. خیر، خدا حافظ.